سلام رفقا، حالتون چطوره؟ روز اومدیم تا بهتون بگیم که چرا آتش فقط در زمین وجود داره. فقط قبل از اینکه بریم سراغ اصل مطلب، لطفاً ویدیو رو لایک بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید و حتما زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهامون جا نمونید. خب بریم سراغ اصل مطلب. خب همونطور که میدونین کره زمین یک سیاره منحصر به فرد در سراسر گیتیه. تا به حال سیاره دیگه ای ندیدیم که اینقدر زیبا باشه و مثل زمین اینقدر خوشرنگ و آبی باشه که ناشی از آبهای روی اونه. برای همین هم هست که به کره زمین سیاره آبی هم میگن. این آبی دو تا معنی داره، هم رنگش آبیه و هم پر از آبه. یک چیز دیگه ای هم که خیلی زمین رو منحصر به فرد میکنه وجود آتش روی این سیاره است. کمتر سیاره ای رو میتونید پیدا کنید که روش آتش باشه. شاید بگید آتش فشانهای مریخ چی؟ اصلا خود خورشید چی؟ خود خورشید که پر از آتشه. باید بدونید که اون شعله های روی خورشید در واقع آتش نیست. نور و حرارتی که در خورشید یا هر ستاره دیگه ای به وجود میاد ناشی از همجوشی هسته اون هستش که در انگلیسی بهش میگن نوکلیر فیوژن. مواد مذابی هم که از درون آتش فشانهای روی هر سیاره ای میاد بیرون در واقع آتش نیست، سنگهاییه که بر اثر فشار و حرارت فوق‌العاده ذوب شده و مثل مایع شده. یعنی این فرایند مثل آتش احتیاج به اکسیژن نداره. پس کره زمین تنها سیاره‌ایه که روش آتش هست؟ اینجوری که شواهد نشون میده بله. حالا اصلا آتش چی هست؟ همه میدونیم که در داخل جو زمین اکسیژن وجود داره، یکی از مهمترین عناصر زندگی. البته زمین از اول اینجوری اکسیژن نداشته. جو زمین با متان و دی اکسید کربن شکل گرفته بوده. حدود 3 میلیارد و 400 میلیون سال پیش زندگی روی کره زمین شکل گرفت. البته نه زندگی که الان ما میشناسیم. موجودات تک‌سلولی که در آبها شکل گرفتن با کمک آفتاب، آب و دی اکسید کربنی که روی زمین وجود داشت در یک فرایند زیست شیمیایی یا همون فتوسنتز اکسیژن تولید می‌کردند. 1 میلیارد سال اینها همین کار رو ادامه میدن و اطراف زمین یعنی داخل جو رو پر از اکسیژن میکنن. دلیل اینکه 1 میلیارد سال طول کشید این بود که اولین اکسیژن هایی که تولید شد وارد خاک زمین شدن، مخصوصا درون آهن های پوسته زمین. برای همین آهنی رو که از زل زمین میکشید بیرون اکسید آهنه، نه آهن خالص، یعنی با اکسیژن مخلوط شده. خب حالا میخوایم برسیم به آتش. آتش وقتی میخواد ایجاد بشه چی میخواد؟ سوخت و اکسیژن. آتش وقتی به وجود میاد میتونه بخار آب تولید کنه و دی اکسید کربن. در واقع همین دو گاز هستن که میتونن شعله ها رو شکل بدن. حالا سوخت این آتش های اولیه چی بوده؟ سنگو که نمیشد آتیش بزنی. باید بدونید که طبق بررسی زمین شناسان با وجود اینکه اکسیژن روی زمین بوده برای 2 میلیارد سال آتش وجود نداشته. چرا؟ چون اصلا سوختی وجود نداشته. اولین گیاهان خشکی حدود 500 میلیون سال پیش روی زمین پیدا شدن. همین گیاهان اولین سوخت‌ها رو تشکیل دادن. یعنی اولین چیزهایی بودن که روی زمین میتونستن آتیش بگیرند. تاریخ زمین این رو کاملا نشون میده. اولین فسیل زغال‌هایی رو که پیدا کردن مربوط به 470 میلیون سال پیشه. یعنی اولین گیاهانی که آتش گرفتن و زغال شدن. در مورد اینکه این آتش‌ها چطوری روشن شده چند تا نظریه وجود داره، ولی محکم ترینشون همون رعد و برقه که همین امروزه هم میتونن جنگل ها رو آتیش بزنن. هرچی میریم جلوتر گیاهان روی زمین بیشتر میشن و به تولید اکسیژن کمک میکنن.
هرچی اکسیژن بیشتری به وجود اومد تولید آتش راحت تر شد. حدود 350 میلیون سال پیش درصد خلوص اکسیژن زمین حدود 35% بوده، در صورتی که الان 21%. خیلی ها فکر میکنن که آتش برای نابودی اومده، ولی اینطور نیست. طبق تحقیقاتی که صورت گرفته آتش نه تنها برای نابودی نیومده بلکه برای زندگی اومده و باعث تداوم بیشتر حیات روی این سیاره شده. مثلا وقتی انسان‌های اولیه تونستن آتش رو به کنترل خودشون در بیارن، سرعت فرگشتشون کلی بیشتر شده. یکی از مهمترین کارهایی که آتش کرد این بود که اجازه داد غذاها رو بپزن. غذای پخته باعث رشد مغز انسان‌ها شد. یک حسن دیگری هم که آتش داشت این بود که اونها رو گرم نگه می داشت و ازشون در برابر حیوانات و درندگان اون زمان هم محافظت می کرد، چون اونها از آتش می ترسیدن. یک حسن دیگه هم این بود که آتش باعث شد انسانها از آفریقا بزنن بیرون، چون وقتی آتیش نداشتن نمیتونستن برن جاهای سردتر، ولی آتیش باعث شد تا حرکت کنن. پس نتیجه میگیریم که کره زمین که به رنگ آبی زیبا دیده میشه تنها آب نیست که منحصر به فردش کرده، آتش هم هست. خب دوستان، ویدیو امروزمون هم تموم شد. یادتون باشه برای حمایت از ما ویدیو رو لایک بکنید، کانال ما رو سابسکرایب بکنید و یادتون نره زنگوله رو هم بزنید تا از ویدیوهای ما جا نمونید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدارتون.